بهش جواهر پلو هم میگن، بس که خوشگل و رنگی رنگیه. بریم که این مرصع پلوی خوشمزه به همراه مرغ حلزونی رو با هم درستش کنیم. برای مرغ حلزونی به سینه مرغ نواری شده زعفرون، نمک و ادویه، آب لیمو و پیاز اضافه کنید و با هم مخلوطشون کنید. بعدم روش سلفون بکشید و بذارید 2 ساعت استراحت کنه. بعد 2 ساعت این شکلی رولشون کنید و با خلال دندون فیکسشون کنید. تو کره 2 سمتشون رو خوب سرخ کنید. بین پخت میتونید از یک کم زعفرون هم استفاده کنید. و به همین سادگی فیله مرغ حلزونی آماده شد. حالا نوبت اصل ماجراست. خلال پسته و بادوم و نیم ساعت تو گلاب خیس بدین. بعد از اون کشمش پلویی و زرشک رو حدود 1 دقیقه تو کره تفت بدید. به زرشک کمی شکر اضافه کنید تا مزه‌اش متعادل بشه. بعدم هویج خلالی شده رو تفت بدید تا سبک بشه. و خلالای بادوم و پسته رو که خیس داده بودیم و هم به مدت 30 ثانیه تفت بدید. آخر کار هم نوبت پوست پرتقالیه که تلخیش گرفته شده. اونا رو با کمی شکر و زعفرون 1 دقیقه تفت بدید و مواد مرصع پلومون آماده است. برنج رو از قبل آماده کنید و روش رو با موادی که درست کردیم تزیین کنید. این پلو اولین بار تو دوران صفوی درست شده و واقعا مثل سازه های اون دوران شاهکاریه برای خودش. در آخرم روش کره داغ بریزید و نوش جون.